اللہ جل جلالہ رحم کرد، انتقام گیری شروع نشد، نظام کی خراب میشا، بدو چیز خراب میشا، ایک با انتقام ها وقتی که یک حاکم بر قدرت بیاید از مخالفین خود انتقام میگیرد، در نتیجه انتقام گیری جنگ شروع میشه، اختلافات می آید، همه انتقام بند شد. ما از علماء استخدام کردیم در همان روزها که اگر ما عفو بکنیم با همه مخالفین ما که در صف اشغالگرا بودن، ما بر سابقه ایشان حساب نمی کنیم، تسلیم شود، امان شود. علماء با ما فتوا دادند که همه عفو در شریعت درست هستند، لیکن در حقوق العباد درست نیست. بس ما حقوق العباد استثناء کردم که ما در حقوق العباد عفو نمی کنیم، و کار ما نیست، از قدرت ما بیرون است، لیکن در مسائل سیاسی ما عفو کردیم. آری عفو هست، و همه افغانها میگوییم، پیغام میدیم، بیایید به وطن خود، در اینجا زندگی عزت تیر کنید. وقتی که امریکا با مذاکرات آماده شد، ما میگفتم با مجاهدین که امریکا میگریزد، پای خود را سبک میکنه، میره. لیکن یک مسئله در پیش ماست، او برای ما خیلی سخت و دشوار است. همین مسئله است که وقتی که امریکا برود، همین مردمای افغانستان که همراه امریکایی ها همراهی می کردن، او می ماند. همراه ایشان باز مثل که روس ها رفتن، گریختن، همان مردمان در مقابل ما می جنگیدن. او چطور میشه که ما با افغانهای خود جنگ میکنم؟ او برای ما سخت پریشان بودم. یا الله، در امارت و مسئولیت ما که نشود که ما افغانها را بکشیم، ایک مشکل است. اللہ جل جلالہ بر تمام افغانستان رحم کرد که پیش از بیرون شدن و گریختن امریکا و متحدی ایشان، افغانستان تسلیم شد. با مجاهدین دستور دادن که اعلام بکنید با همه افغانها که هر کس که اسلحه بر زمین گذاشتن او معاف است. ما همراه ایشان بر سابقه ایشان هیچ حساب نمی کنم، بس معاف استی. همین طور استی مثلی که با ما هیچ جنگ نکرده، جنگ نکنید. جنگ ما با کفار بود، هدف ما در 20 ساله جهاد افغانها نبود. یقینا همین بود. جهاد افغانستان در مقابل کفار شروع شد. جهاد جنگی دفاعی بود، جهاد دفاعی بود.